من امشب از خدای خویش، از عرش کبریای خویش، صحتمندی طلب دارم به مادر جان بیمارم. خداوندا میازارش، به دست درد مسپارش، به کوی غصه مگذارش، مکن خارش مکن خارش. خدای پاک من بشنو طنین التجایم را، برای عزت مادر اجابت کن دعایم را. میان این همه شبها برایش مشعل افروزم، در آتشگاه قلبش من شبیه چوب می سوزم. من امشب از برای او ره روشنایی می کابم، نهاده سر به زانویش نمی خوابم نمی خوابم. خدای پاک من بشنو طنین التجایم را، برای عزت مادر اجابت کن دعایم را. خدایا التجا دارم، مگیر از من امیدم را، مگیر از باغ چشمانم گل چادر سفیدم را. گل چادر سفید من جلوی اختری دارد، در این دنیا که یکتا است ز دنیا برتری دارد. خدای پاک من بشنو طنین التجایم را، برای عزت مادر اجابت کن دعایم را. آدمی را گر خدا آرد نخست، آدمیت را کند مادر درست. مادری فرخنده شاگردی خداست، استادی درگاه کبریاست. سلام همراهان عزیز، اینک مرکز خیرت تصمیم گرفته است که آزمونی را تحت عنوان اندر ثنای مادر بخشیده به روز گرامی داشت مادران عزیز برپا نماید. این آزمون در دو بخش عبارت است، بخش نظم و بخش نثر. شما در بخش نظم میتوانید آن همه پارچه های شعرین، رباعی، قصیده، غزل و عموما پارچه های نظمی و در بخش نثر باشد قصه، حکایه و اندیشه‌ای که بخشیده به مادران هستند میتوانید در نزد دوربین تلفن های خود ثبت نموده به نشان خیرتباد در تلگرام بفرستید. در این آزمون اعضای حکمان اشتراک میکنند و طرز شعرخوانی، مضمون و کامنت و لایک ها به نوبت گرفته می شوند. نفرانی که در این آزمون سزاوار جای اول می گردند سزاواری 500 سومون، جای دوم باشد 300 سومون و جای سوم سزاواری 200 سومونی می گردند. در مجموع 2 تا جای اول، 2 جای دوم و 2 تا جای سوم. به همین شما برار می خواهیم شتابید و در این آزمون اشتراک کنید.